سلام. در این ویدیو آموزش فیتاب فلنج به لوله رو به دو روش آموزش میدیم. روش اول، بعد از اینکه لوله رو روی نگهدارنده قرار دادیم و تراز کردیم، فلنج را در دهانه لوله قرار میدیم. حالا توسط تیغه گپ بین دو قطعه را تنظیم میکنیم. این گپ حدوداً 3 الی 4 میلیمتر در نظر گرفته میشود. همانطور که میبینید بین دو حول فلنج را مارک میکنیم. سطح بالای فلنج رو توسط تکخال فیکس میکنیم و توسط تراز سطح فلنج را در یک راستا قرار میدهیم. برای اینکه موقع تکخال زدن توسط جوشکار دو قطعه سمت هم کشیده نشه، یک گوه قرار میدهیم. حالا تکخال های پایین و دو سمت فلنج را جوش میزنیم. فیتاب آماده است برای جوش زدن. لطفاً اگر این ویدیو رو دوست داشتید، ویدیو رو لایک و ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. روش دوم، دوباره توسط تیغه گپ بین دو قطعه را تنظیم میکنیم و تکخال بالا را میزنیم که فلنج را بتونیم تراز کنیم. گونی‌ها را عمودی روی سطح فلنج قرار میدیم و به وسیله خطکش همونطور که میبینید مربع بودن اتصال رو چک میکنیم و بعد تکخال پایین رو جوش میزنیم. حالا گونی‌ها بودن فلنج با لوله رو به سطح افقی چک میکنیم و تکخال های سمت دیگر رو جوش میزنیم. فیتاب آماده فول جوش است. از اینکه ما رو همراهی کردید سپاسگزارم.